اگر عمر وفا می کرد امروز که جانم سعید طلبک سابق سردختور ناحیه فرخار 70 ساله می شد و در حلقه جمع دوستان و اهل عائله روز مولودش را جشن می گرفت. ولی صد افسوس که آدمیت از چنگال مرگ خلاصی نداشته است و هر زمانی که خداوند جان انسانی را خواهد قبض کند چی پیر و چی برنا می رود. اما کم را که ما همیشه اکا می گفتیم روز 22 فوریه سال 1954 تولد شده و 2 اکتبر سال گذشته انیخترش سال 2023 در سن 69 سالگی از بیماری کوتاه ما را ترک کرد و رفت به دنیای خاموشان. اکا جانم حیات عمر خود را بهر هموطنانش کرده با خواست خدا سببگار حفظ جان هزاران بیماران گشته است و پیش خدا دستی دعا می بردارم که این همه زحمت ها و مهنت هایی که برای این ملت و این وطنش کرده بود توشه آخرتش باشد و در بهشت خداوند برایش قصر طوفه کند و همنشین با پیامبران گردد و عذاب حوض کوثر سیراب باشد. الهی آمین. چه محبوب و چه جانان بودی امک جانم سعید طلبک، گلی سری سبدی کوری اولاد بودی امک جانم سعید طلبک، شفیق و دلپذیر و مهربان بودی امک جانم سعید طلبک، یکی از نیک مردان دیار بودی امک جانم سعید طلبک. تو رفتی بر محض این دنیای روشن، تو بودی همیشه چو شمع فروزان امک جانم سعید طلبک. حبیب مردمی اسبا فتاده سعید طلبک، طبیب دردمندان بودی امک جانم سعید طلبک. به مردم خدمتی افزونتری کردی نمی آرد پشیمانی امک جانم سعید طلبک. وطن خواهی و مردم دوستی را زی تو باید آموخت امک جانم. در مقام آدمیت راست قلب بودی امک جانم، در وطن این است نام ارجمندت ای امک جانم. نام نیکت را برم میراث بر اولاد خود، یاد آرم من به نیکی همیشه نام تو امک جانم. امک جانم هرگز به خود شهرت نمی کافت، بکرد او زندگی با خاکساری. امک رفت و به من پندی امک مان، به دل چون شعله شمسی سحر مان. نکو دارم نکو پندی امک جان را، که همچون توشه راه سفر مان. امک جانم سعید طلبک شه ستون اولاد ما بود، امک جانم سعید طلبک در و دروازه کاشانه ما بود. ز مرگ نابهنگامت امک جانم بسیار می سوزم، به خود می پیچم از اندوه و آتشوار می سوزم. در این ایام نوروزی دل اولاد خود سوزی، به مثل یک چراغ لاله در کوهسار می سوزم. دل تو ماند از کار و دل ما گشت غم بیمار، برای این دل بیکینه و بی آزار تو می سوزم امک جانم. فراموش کی شود از یاد یاران طبابت هایت امک جانم، همیشه بهرت ای امک جان نیکوکار می سوزم امک جانم.